درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با خبر و گزارش های پنجشنبه 8 فوریه شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی می کنم. امروز در برنامه وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت ده ها شهروند کشور از رفتن به سوریه و عراق پشیمان شده به کشور برگشتند. شهروندان جمهوری تاجیکستان که در زدوخوردهای مسلحانه دولت‌های خارجی کشور اشتراک می‌نمایند 150 نفرشان به هلاکت رسیده، 111 نفر به وطن اختیاراً برگردانده شده است. بیکاری در یک منطقه زرخیز تاجیکستان، 4 کارخانه از حق استخراج طلا در شوگناو محروم شدند، صدها نفر بیکار ماندند. جهانیان با بازی‌های زمستانه المپی در کره جنوبی آماده می‌شوند. ورزشکاران روز منتظر حق اجازه شرکت در بازی‌ها هستند. وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید ده ها شهروند تاجیکستان سال گذشته از رفتنشان به سوریه و عراق پشیمان شده و به کشور برگشتند. رمضان رحیم‌زاده در یک نشست خبری در دوشنبه آمار تازه را درباره حضور شهروندان تاجیکستان در عراق و سوریه آورد. گزارش را از نشست خبری رمضان رحیم‌زاده همراه می‌بینیم. مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند در چند سال اخیر از سوریه و عراق 111 نفر از شهروندان تاجیکستان اختیاری به وطن برگشتند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی 8 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت حدود 250 نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های خاور میانه هلاک شدند. در دوره ثباتی در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی زیاده از 1300 جنایت‌های خصوصیت تروریستی اکستریمیستی داشته آشکار گردیده، بیش از 390 نفر از آن طرفداران این حرکت‌های رویه‌ها دستگیر کرده شده است. شماره معین این جنایتکاران در دولت‌های خارجی دستگیر شده و تاجیکستان انتقال داده شده است. شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های سوریه و عراق از سال 2014 آشکار شد و اوج آن به سال 2015 راست آمد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیش از 1000 شهروند کشور برای شرکت در جنگ‌ها یا با اصطلاح جهاد به این دو کشور سفر کردند. سفر بیش از 90% آنها از قلمرو ترکیه صورت گرفته بود. سرنوشت اکثر آنهایی که به سوریه و عراق رفتند روشن نیست. وزیر امور داخلی آمارها درباره بازگشتن گروهی از شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق را به اساس نامید و گفت این اخبارات درمان نیست. این اخبارات که پنکر نمیدونم که شخصانی که اختیاراً برگشت اومد در همینجا یگانش برگشته رفتگی نیست. ممکن بعضا اخبارات پنشید که شخصانی که در مکتب‌های غیر دینی دیگر دولت‌ها تحصیل میکردن برگردان آورده شد، اما بعضی آنها برگشته رفتند برای تحصیل. این دیگر این رقم صفر این دیگر چیز است. وزیر از وضع ناآرام افغانستان اظهار نگرانی کرد و گفت قسمی از گروه‌های تروریستی در نزدیکی‌های مرز با تاجیکستان می‌جنگند. برای همین پاسبانی مرز تاجیکستان و افغانستان را پرزور کردند. برای مستحکم کردن سرحد، راه ندادن منامین ویران کردن عبور کردن سرحد، خودشوخگران و دیگر شخصانی که مقصد غرضناک دارند، همه چاره‌ها را حکومت دیده ایستاده است که سرحد پرزور مستحکم باشد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. و صدها نفر در یک منطقه زرخیز تاجیکستان بیکار ماندند و منتظرند که مقامات به آنها اجازه می‌دهند که به کار برگردند. در منطقه شوگناو که بیشتر از 100 سال است از آنجا طلا استخراج می‌کنند، بیشتر از 6 کارخانه از حق ادامه گرفتن طلا محروم شدند و کارمندانشان هم به کارهای دیگر را آوردند یا بیکارند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. با سبب تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه کارکرد طلا در جماعت دهات شوگناو ناحیه خوالینگ 600 نفر بیکار مانده است. این افراد میگویند که ماهی تا 1000 سومانی معاش میگرفتند و عرابه زندگیشان اساساً از همین حساب میچرخید. اکنون بعضی کارگران به چارواداری روی آوردند، دیگران هنوز کار میجویند. اجازتنامه کارخانه های خصوصی گنج، پامیر، سیوزر، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد که به کارکرد طلا مشغول بودند حدود 1 سال باز به اتمام رسیدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوالینگ در نشست خبری گفت به منظور تمدید شدن اجازتنامه کارخانه های استخراج طلا عنوانی حکومت کشور رسما مکتوب ارسال کردند.
با گفته میرزازاده 6 کارخانه تولید طلا سر از ماه ینوری سال 2017 به این طرف متوقف شدند. تنها کارخانه کارکرد طلای آدینه در حال حاضر در حدود 35% فعالیت دارد. وزارت صنعت تاجیکستان سال 2016 اعلام کرده بود که استخراج طلا در کشور 11% افزود، اما آمار چند تانه استحصال شدن طلا را به دلیل سری بودن آن آشکار نکرد. اما بنابر حساب‌های اقتصاددانها در تکیه به آمار سالهای پیشین سال 2016 در تاجیکستان بیش از 5 تانه طلا استخراج شده است. در جماعت شوگناو ناحیه خوالینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. کارکرد طلای شوگناو در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه بر راه مانده شده است. طلای شوگناو از بهترین نوع طلا در تاجیکستان دانسته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی طلا این موضع کارکرد می شد و مستقیم بر روسیه انتقال می یافت. مسئولان می گویند هنگام جنگ شهروندی شوگناو با زور سلاح مال قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمی دادند. قرار است فردا یک دادگاه شکایت دهها ورزشکاری روس را بررسی کند که از حق شرکت در بازی‌های بین المللی محروم شدند. عین زمان در دادگاه حکمی ورزشی در کره جنوبی شکایت 42 ورزشکار و مربی روس را بررسی می‌کنند که حق ندارند در بازی‌های المپی امسال شرکت ورزند. کیومر سیاتا گزارش می‌دهد. دادگاه حکمی ورزشی گفت روز 9 فوریه حکم دهها ورزشکاری روس را صادر می‌کند که از حق اشتراک در بازی‌های المپی محروم شدند. 47 ورزشکار و مربیان آنها به دادگاه مراجعت کردند که قرار کمیته بین المللی المپی درباره آنها را به اعتبار کند. همه این افراد را با اتهام استفاده از دوپینگ و یا استعمال داروهای نیروافزا در بازی‌های المپی سوچی در سال 2014 هم از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کردند. متیو ریب دبیر کل دادگاه گفت قرار دادگاه غالباً پگاه ساعت 9 تا 12 صادر می شود. معلومات اضافی را به شما می رسانیم. بررسی شکایت 32 ورزشکار روس روز چهارشنبه شروع شد و بعداً شکایت 15 ورزشکار و مربیانشان را هم برای بررسی گرفتند. هفته گذشته دادگاه حکمی ورزشی قرار کمیته بین المللی المپی درباره به طور یک عمری محروم کردن این ورزشکاران روس را به اعتبار کرد. اگر دادگاه به ورزشکاران روس اجازه اشتراک هم بدهد، ظاهراً آنها در بازی‌های امساله زمستانه المپی در شهر پیونگچن کره جنوبی شرکت کردن نمی‌توانند. بازی‌ها رسما روز 9 فوریه شروع می‌شوند. در تاجیکستان چند نهاد و مؤسسه‌های دولتی پیام اعلام کردند که وایبر باز کردند تا مردم توانند به آسانی با آنها با عرض و شکایت‌هایشان مراجعت کنند. اما آنهایی که مراجعت کردند میگویند هیچ پاسخی نمیگیرند و باز کردن وایبر فقط برای نمایشکاری است. سریناز روح الله همکار ما در دوشنبه خودش هم به وایبر چند مؤسسه زنگ زد. راسو 20 روزی پیش از مشکل آن همین بینای نوساخته که در پس من میبینید با شهردار دوشنبه توسط پیام رسانی وایبر شکایت نوشته بودم. زیرا شهردار دوشنبه چند ماه پیش با اعلان شماره تلفنی که در آن وایبر فعال شده است از ساکنان خواسته بود که از دلخواه کمبودی در سراسر پایتخت با آنها شکایت کنند. ولی طور ما میبینیم دوام این 20 روز هنوز پاسخ نرسیده است. چند روزی پیش هم با همین مضمون با پیام رسانی آژانسی مبارزه با فساد هم که برای رسیدگی به مشکل ساکنان اعلان کرده بود چون این پیام را ارسال کرده بودیم. ولی به نظر می رسد که چون این پیام ها را نه شخصانی اول بلکه کارمندان پایان از آنها می خوانند و مردم روزها و ماهها انتظار پاسخشان می شوند. تعداد از ساکنان که تجربه مراجعت از طریق پیام رسان‌های مقامات حکومت تاجیکستان را داشتند این اقدام رو به مسئله خوجه باغداری دارم تشبیه میدهند. عرض شکایتی که مقصد طریق حجت گذاری مقصد پیشنهاد میشه تو کن نمیشه کلی و بر واتساپش یا طرف دیگه. ساکنان میگند اگر مقامات رابطه خود را با مردم زیچ کردن است باید به مراجعت ها پاسخ دهد و از تدبیرشان آنها را آگاه کنند. من مثلا سنه 14 دکبر سال 2017 اویدی یک قاعده ویرانکنی در راه
با وایبری وزارت کارهای داخله نوشتم که در اونجا من گفتم که رقم ماشین رو نوشتم و تمغه ماشین رو و گفتم که همین ماشین ضمن حرکت قاعده حرکت راه رو ویران کرد و قریب به ماشین ما برمیخورد که میتوانی صدمه به وجود آید. لیکن من از تقدیر همین پیامی رساندم آگاه نیستم، نمیدونم که همین پیام رسید به دست مقامات یا نه. حکومت شهر دوشنبه، وزارت کارهای داخلی، اجانسی مبارزه با فساد، حکومت ولایت سوخت و مقامات چند ناحیه دیگر شماره وایبر و واتساپشان را اعلان کردند. بعضی از نهادهای دولتی میخواهند برای قبول شکایت مردم یک گروه خاص تأسیس دهند، چون که شماره عرض و شکایت ها زیاد می شود و باید امکان پاسخ و رسیدگی به آن پیام فراهم باشد. خود رئیس فیزیکی نمیتواند که به هر امکان ندارد که به هر یکی آنها جواب دهد و فکر میکنم البته این در حاضرم و در آینده هم کاری دسته یا گروه خواهد بود که مخصوص کرده شده است که به مراجعت شهروندان جواب دهند. تعدادی از ساکنان میگن به دنبال این اقدام به درخواست و شکایت های سالها بازماندهشان جواب گرفتند. وایبر خط نوشتیم، مدت 2 روز مدت جواب اومد، مکتوب جوابنامه اومد که مدت 1 هفته کارگران رفتن میبینم اومده دیدن زمینای چین کردن و 30 کداجا وعده دادن که بعد 1 هفته پس ساختمان سر میشه. اومدن زمینای چین کرده دیدن که قبلا اکثر مقامات تلفنی باوری داشتند. اکنون با باز شدن وایبر و ایمو و واتساپ شهروندان می توانند عرض خود را با دلایل ویدیویی، آوازی و تصویری پور نمایند. تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه بعد از اشغال نیم جزیره کریم به زندگی مردم دهات دوردست در تاجیکستان هم تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی روسیه بعد از این تحریم ها کند شد و ساختمان خانه های بعضی از مهاجران در تاجیکستان هم. مومن احمدی در این باره گزارش می دهد. این فرزند میونگی که در مسئله 3 سال کار کرد. تحریم امریکا و اروپا بر روسیه نظام زندگی دوستمراد یارمتوف را در واسه تغییر داد. 2 فرزند او از همان 1 میلیون مهاجر کاری هستند که گفته می شود در روسیه با آنها بیکاری یا کم شدن معاش تهدید می کند. 3 سال کار کرده است اینقدر چوب. این چوب ها را او با 4000 سامانی از بازار خریده است. نیت داشت برای فرزند دومش خانه بسازد. ولی اگر چسکا بگیریم بیتونش میرسه تمام، ممکن به بیتونش مرسه اگر با اشهر. تا زمانی بحران عائله او از حساب پولهای انتقالی زندگی به سامان برای که نه 1 ماه اومد ایستاده با خونه رفته 7,500 سومون در قرض گرفتیم چهدکش نه گرفتشوندم. خودم میبرم نشونتون میتونید فرزندی که خودی همون پسرم است. دوستمراد درباره پسر بزرگش گپ میزند. منظور به خانه رفتن گفتنش به روسیه است. حالا میخواهد ما را به خانه ناتمامی او ببرد که پسرش ناعلاج بود برای انجام ساختمان باز به مهاجرت رود. او هم مثل اکثر شهروندان تاجیکستان توکلی سفر میکند. در راه نزد مغازه دهه نانجمس ایستاد و درد دل کرد. هر ماهی زیاده 800 تا 900 سومون قرض می شود و بعد از آن ما چی میکنیم؟ ولی که گرفتیم میتیم یکی نشد چی میکنیم؟ با مای دیگره بوم میمونه. در مغازه به ما دفتر قرض را نشان دادند. از درازی سطر ارقام معلوم شد دوستمراد در شمول کسان است که بیشتر از همه قرض میگیرند. تو آن همین راسته. انا با سیفو بود بوم میکنیم با همتری با چند چی دیگه ده. با گفته او این همه میراث زمانی بحران است. او از دولت 427 سامانی معاش میگیرد. معاشش و پولی که فرزندان میفرستند به دادن همین قرضها هم گاهان نمیرسد. اینه ایشم تا آخر رفتگی نه 10,000 چند جده. اینه ایشه. و مقامات تاجیکستان میگویند یک ساکن ناحیه ونج را برای کار زدن 3 خویشاوندش در روز جنازه دستگیر کردند. وزارت امور داخلی خبر داد که این ساکن 41 ساله دهه اوسکراق در مراسم دفن برادرش در روز 7 فوریه خواهر و پسران عمکش را کار زده است. خودش بازداشت شده است و تفتیش پرونده ادامه دارد.
و بیننده ارجمند با این رسیدیم به پایان برنامه. اخبار از این هم بیشتر. خداحافظ.